بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و توانا، انشالله که خوب و صحتمند باشه. درس فیلم و شما درس 22 در صنف نهم است که در صفحات 141 الی 146 کتاب شما در مورد یکی از کمیسیون ها گفته، کمیسیون جهانی حقوق بشر. اما پیش از اینکه در مورد یک کمیسیون جهانی بگوییم، یک مرور بسیار زیاد کوتاه نسبت به درس گذشته خود داشته باشیم. در درس گذشته ما شما از استاد کمال‌الدین بهزاد گفتیم که یکی از نقاش‌های تصویرگر افغانستان بودند و از سبک هنری و مکتب هنریشان براتان گفتم و در بخش قواعد دستوری از جمله مرکب گفتم. جمله مرکب جمله است که از چندین جمله ساده تشکیل شده باشه. مثلا گفتیم اگر در صنف‌های قبلی خوب درس می‌خواندی، فعلا این مشکل نمی‌داشتی. میشه یک جمله ترکیبی که از دو جمله، اولش شرطیه بود، دومش هم جمله ساده تشکیل شده بود. کارخانگی هم براتون داده بودم 3 سوال، هم در مورد استاد کمال‌الدین بهزاد ازتان پرسیده بودم و هم در مورد جمله های مرکب که حتما حل کردین. اما است؟ بله استاد. آفرین، بسیار زیاد تشکر. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم. پس بیاین که اهداف درس جدید خود مرور کنیم. باز بریم درس بخیر شروع کنیم. اولین هدف درس ما و شما آشنایی با کمیسیون جهانی حقوق بشر است. وقتی کمیسیون جهانی میگیم، باز پسوند حقوق بشر میخوره. شاید در ذهنتان برسه که کمیسیون چی نوع کمیسیون باشد. در درس امروز خود دقیقاً ما و شما در مورد این نهاد بین المللی حقوق بشری خواد خواندیم و خواد فهمیدیم. هدف دوم درس ما و شما هم کسب معلومات در مورد اهداف کمیسیون جهانی حقوق بشر است. از اعلامیه جهانی حقوق بشر براتون خواهد گفتم و چندین ماده‌ای که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حقوق بشر اختصاص داده شده و گفته شده حتما براتون خواهد گفتم. پس بیاین که بخیر شروع کنیم از کمیسیون جهانی حقوق بشر بگوییم. دقیق گوش کنین که اول خود حقوق بشر تعریف کنیم، باز بعد از او از کمیسیون جهانی حقوق بشر براتون بگوییم و بعد از او هم در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر براتون بگوییم که ماهیت این اعلامیه چیست و موضوعاتی که در اعلامیه از طرف سازمان ملل متحد گنجانیده شده چی هست. آماده هستیم که شروع کنیم؟ بسیار خوب. حقوق بشر از دو کلمه حقوق و بشر تشکیل شده. وقتی میگیم حقوق بشر، حقوقش یک کلمه واحد است، بشرش یک کلمه واحد. وقتی حقوق بشر میشه، خودش میشه یک کلمه مرکب. حقوق و بشر معناهای مختلف کردن. نظریه پردازا، حقوق دانا و کارشناسا از چندین منظر هم حقوق تعریف مختلف کردن، اما بشر باز تقریبا معنای واحد داره و معنای چندگانه ازش برداشت نمیشه. اول در مورد نظریات مختلف نظریه پردازا و کارشناسا در مورد حقوق براتون بگویم که خوب حقوق بفهمیم که حقوق یعنی چی. البته معنای لغوی هم داره، خودش یک کلمه جمع عربی است که به معنای حق، راست، درست، ضد باطل، حقیقت و یکی از اسامی خداوند جل جلاله هم است. حقوق عبارت از او توانایی هایی که به اراده اشخاص داده شده و بشر نمایانگر انسان است. اما به طور کلی حقوق بشر عبارت از حقوق بنیادی و انتقال ناپذیری که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشه. این میشه مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوق بشر و حقوق بشر. به عبارت دیگه، حقوق بشر عبارت از حق‌هایی که لازمه طبیعت انسان است، حقوقی که پیش از پیدایش دولت‌ها وجود داشته و مافوق او دولت‌ها این حقوق است. به همین جهت دولت‌ها باید او را محترم بشمارن و لازم الاجرا هم بدانن و عملی بسازنش. همچنین تعریف دیگه که در کتاب معروف فرهنگ فلسفی ولتر نقل شده که گفته حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان و قلم با دیگران سخن بگوید. این میشه یک از تعریفی که از حقوق بشر در کتاب معروف فرهنگ فلسفی ولتر آمده. حقوق بشر یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد. یعنی آن که محکومیت جزایی باید طبق مقررات قانون صورت بگیرد.
حقوق بشر یعنی این که حقی را که مختص ما انسان هاست و جزء طبیعی ترین حقوق ماست بدون هیچ قید و بند رعایت شود. یعنی ما بتانیم در جهانی که زندگی میکنیم آزاد باشیم و آزادانه به دنبال اهداف خود هم به راه بیفتیم. یعنی بتانیم سخنان خود از ته دل خود بدون هیچ ترسی و با صراحت بر لبان خود جاری کنیم. پس ما شما وقتی میگیم حقوق بشر یعنی آزاد زاده شویم، آزاد زندگی کنیم و آزاد بتانیم عقیده و باور و بیان خود ابراز کنیم و هیچ ترس هم در دل ما نباشه، کاملا آزاد با خاطر آرام بیانش کنیم. دیده میشه که تعریف ولتر از حقوق بشر جنبه جهانی داره و کدام فرد، قوم، ملت یا کشور خاص مد نظر نیست. وقتی حقوق بشر میگیم شامل سیاه پوست، سفید پوست، سرخ پوست، فرد بومی، آفریقایی، امریکایی، آسیایی، مسلمان، غیر مسلمان، عیسوی، یهودی، هندو، تمامش شامل میشه. یعنی به هیچ نژاد، به هیچ فرهنگ، به هیچ زبان، به هیچ دین، به هیچ سمت، به هیچ سمت، به هیچ قوم متعلق نیست. فقط کس بشر باشه، انسان باشه، این حقوق برش تعلق میگیره. فرق نمیکنه که دیوانه باشه یا هوشیار باشه، برده باشه یا آزاد باشه، زن باشه یا مرد باشه، دختر باشه یا بچه باشه، هیچ فرقی نمیکنه. همین که بشر باشه، انسان باشه، این حقوق طبیعی برش داده میشه. مثلا حق حیات، کرامت انسانی، حق تحصیل، حق کار، حق ازدواج، حق مسافرت، حق ملکیت و هزاران حق دیگه‌ای که در حقوق بشر شامل میشه. اما تاریخچه تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر براتون بگیم که اعلامیه درسی تامین احترام و لازم الاجرا شدن حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد تصویب شده. اعلامیه جهانی حقوق بشر از دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه است که از افکار متفکرای انگلیسی، فرانسوی و نظام مشروطه انگلستان و جنبش استقلال طلبانه مردم امریکا تأثیر پذیرفته و بر این نکته تاکید داره که قدرت‌های سیاسی تنها زمان مشروعیت داره که خواست عامه مردم باشه. پس قدرت سیاسی زمان مشروعیت داره که توسط خواست مردم با وجود آمده باشه، مردم رو با وجود آورده باشه و مردم اراده کرده باشند که این قدرت سیاسی با وجود بیاید. با توجه به اصل ابتدا متن در 26 آگوست 1789 میلادی به تصویب مجلس فرانسه میرسه که به عنوان دیباچه قانون اساسی 1791 میلادی مورد قبول هم قرار گرفته بودند. بعد از اون متن دیگه در 35 ماده به عنوان دیباچه نوشته میشه که علاوه بر حقوق و مکلفیت‌های بشر هم نظر داره و توجه میکنه که به این ترتیب مسئله حقوق بشر و آزادی‌ها به زودی در قوانین اساسی کشورهای دیگه هم راه پیدا میکنه. این دو دیباچه بالاخره باعث میشه که در قوانین اساسی که مادر قوانین هر کشور به حساب میره مورد پیشبینی قرار بگیره، مورد رعایت و احترام هم قرار بگیره، از طرف دیگه حمایت هم شود. اما از اعلامیه جهانی حقوق بشر براتون بگیم. بعد از جنگ جهانی دوم بنا به دعوت امریکا، شوروی، انگلستان، چین و فرانسه در 25 اپریل 1945 میلادی کنفرانس در شهر سان فرانسیسکوی ایالات متحده آمریکا با شرکت 50 کشور تشکیل میشه. در این کنفرانس اساسنامه سازمان ملل متحد به نام منشور ملل متحد تصویب میشه. نام منشور هیچ وقت فراموش نشه که در سال 1945 در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا یک کنفرانس دایر میشه و بیش از 50 کشور در این دعوت میشه که بالاخره منشور ملل متحد به تصویب میرسه. در ماده 68 این منشور آمده. دقیقاً چیزی که آمده ما رو میخوایم براتون بگویم. شورای اقتصادی و اجتماعی در مقام یکی از نهادهای اصلی سازمان ملل متحد کمیسیون‌هایی را برای مسائل اقتصادی، اجتماعی و ترویج حقوق بشر تأسیس می‌کند که با تأسیس ماده دیگه تمام شد که با تأسیس کمیسیون حقوق بشر توسط شورای اقتصادی و اجتماعی در ماه فوریه سال 1946 میلادی مباحث حقوق بشر در این کمیسیون نزدیک به 2 سال طول میکشه و سرانجام بعد از بحث و تبادل نظرهای بسیار زیاد به تاریخ 10 دسامبر 1948 میلادی بدون هیچ رأی مخالف به تصویب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد میرسه. چقدر خوب است دیگه که اعلامیه 30 ماده داره و هدف خودم آرمان مشترک تمام مردم ها و ملت ها قرار میده تا همه مردم به کمک تعلیم و تربیت با هم تلاش کنن و بکشن و رعایت او هم گسترش پیدا کنه که برخی از این مواد مندرج اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شکل گفته شده. من براتون ماده اولش، ماده سومش و ماده 19 قسمی که هست میخوانم گوش کنین که چی گفته. کم زیاد دیگه نمی کنیم که دقیقاً اونم ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. ماده اولش چی میگه؟ میگه که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با شیوه برادری رفتار کنند. هر کسی که میگه به دنیا می کاملا آزاد به دنیا می و دارای حیثیت است و هر کس که هست با کس دیگه حقوق مساوی برابر داره. همگی دارای عقل هستند و وجدان هم دارن و همگی باید در پهلوی هم مثل برادر رفتار کنن و زندگی کنن. اما ماده سومش چی میگه؟ میگه که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی داره. پس ما و شما حق زندگی و حیات داریم که هیچ کس مجاز نیست که این حق از ما و شما بدون حکم قانون بگیره. آزاد هستیم به این معنا که حق تردد داریم، حق مسافرت داریم، حق گشت و شیش داریم، البته بر اساس اونمو اسناد قانونی و حقوقی که است. ما شما میتونیم که تمام کره خاکی رو بگردیم و هیچ کس مانع ما نشه. امنیت شخصی هم یکی از حقوق ما شماست که جان ما، مال ما، ناموس ما شامل او امنیت شخصی میشه. اما ماده 12 چی میگه؟ احد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد. از حریم خصوصی ما شما میگه که شامل زندگی خصوصی، شامل امور خانوادگی، شامل اقامتگاه و مکاتبات و کار ما شما میشه که هیچ کس بدون اجازه ما و به شکل خودسرانه به در او مداخله کنه. قسمی که در آیات قرآن هم هست ولا تجسسوا فی الامور الناس، در امور مردم مداخله نکنین. حکم خداست. به خاطر چی؟ به خاطر که باز تجسس در امور دیگرها حتی خودش جرم است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 هم در این مورد گفته. و شرافت و اسم و رسم و آیین هر کس باید قابل احترام قرار بگیره، هیچ کس تحقیر و توهین هم نشه و هر کس خدا نخواسته مورد حمله قرار میگیره حقش هست که از خود دفاع کنه و این حق دوباره برش برگرده. اما در بخش قواعد دستوری از جمله آزاد بگوییم. از حقوق بشر گفتیم، کمیسیون حقوق بشر گفتیم و اعلامیه جهانی حقوق بشر و در بخش آخر درس بود بگیم از قواعد دستوری از جمله آزاد براتون بگوییم. اول تعریف میکنم، مثالم میگم که جمله آزاد از جمله مرکب و ساده و انشایی و اخباری و اینا ما شما فرق کنیم که در درس‌های قبلی تمام شما خواندیم. جمله آزاد او جمله است که مقید به زبان خاص نباشه و به جمله دیگه هم ارتباط نداشته باشه و وابسته نباشه. پس وقتی جمله آزاد میگیم مقید به زمان خاص نیست و وابسته و ارتباط هم با جمله خاص نداره. مثلا خدا ما را میبیند، آزاد است. ببینین زمان دیگه معلوم نیست، ای گذشته است، حال است یا آینده است. جان و مال آدمی آزاد است، بازم مقید به هیچ زمان نیست و وابسته به هیچ جمله دیگه نیست. سوم، حقوق بشر باید رعایت گردد، بازم به می شکل است. قسمی که ما شما در این جمله ها میبینیم متعلق به هیچ یک از زمانایی که گذشته باشه، حال باشه و آینده باشه نیست و به هیچ جمله دیگه هم ارتباط نداره. این میشه مثال های جمله های آزاد. پس جمله آزاد جمله است که مقید به زبان نباشه و به هیچ جمله دیگه هم وابسته نباشه، یعنی گذشته و حال و آینده را شامل نشه. انشالله فهمیدین؟ بسیار خوب، جمع بندی کنیم درس.
بسیار خوب، حتما جنبندی براتون میکنم. نتیجهش هم میگم. ما شما در درس فعلی خود در مورد کمیسیون جهانی حقوق بشر گفتیم، از تأسیس این کمیسیون گفتیم، از اهداف تأسیس این کمیسیون گفتیم که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد بالاخره تأسیس میشه. از تاریخچه تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر براتون گفتم و چندین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله ماده اول، ماده 3 و ماده 12 حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر گفتم که در مورد حقوق اولیه و اساسی بشر گفته بود و در بخش قواعد دستوری از جمله آزاد گفتیم که مقید به هیچ زمان نیست و وابسته به هیچ جمله دیگه هم نیست. کوتاه براتون جنبندی کردم. بیایم از کارخانگی بگوییم. نوشتگان سوال اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر در کدام سال به تصویب رسید؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر در کدام سال به تصویب رسید؟ سوال دوم: کمیسیون جهانی حقوق بشر در کدام سال تأسیس گردید؟ کمیسیون جهانی حقوق بشر در کدام سال تأسیس گردید؟ سوال سوم: جمله آزاد چیست؟ با مثال بیان کنید. جمله آزاد چیست؟ با مثال بیان کنید. یه هم 3 سوال کارخانگی. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.